تا حالا شده وسطی داستان گیر کنی که سرنوشت همه چی با خودته؟ یعنی یه انتخاب اشتباه نه تنها خودتو بلکه کل سرزمینتو نابود میکنه. توی این کتاب دقیقاً با همچین چیزی روبرو هستی. این جلد 4 کتاب من قهرمانمه. اسم شکارچی اژدهاست، ولی یک فرق خیلی خفن با بقیه کتابا داره. اونم اینه که توی این کتاب نویسنده همه چی رو به خودت سپرده. تصور کن از این نبرد سخت برگشتی، داری میری قصد پادشاه رو ببینی. یهو جلوت سبز میشه یه اشتهای چند صد ساله شکست ناپذیر. فقط 2 راه داری، یا میکشیش یا همه چی رو با خاک یکسان میکنه. ولی مراقب باش، هر تصمیم اشتباه مساویه با نابودی کل سرزمین. اینجا داستان خطی پیش نمیره. نویسنده آخر هر بخش میندازتت بین یه 2 راهی. به سمت راست بری، ممکنه گنج پیدا کنی، ممکنه هم هست خوراک اژدها بشی. به هموطنت کمک کنی، ممکنه چیز با ارزش به دست بیاری، یا سرت بره روی نیزه. حتی اگه 2 نفر همزمان این کتاب بخونن، ماجراجوییشون یکی در نمیاد. من خودم که اولین بار تقریبا 8 سال پیش این کتاب رو خوندم، بارها و بارها شکست خوردم. حتی یادمه یه دفعه نتونستم خشممو کنترل کنم و توی قصد دعوا را انداختم و خب خیلی زود کشته شدم. همین باختا بود که باعث شد برگردم یه مسیر تازه شروع کنم و لذتش دقیقا همینجاست. این کتاب یه داستان معمولی نیست، یه بازی روی کاغذ. تو انتخاب میکنی قهرمان باشی یا شکست خورده. حالا سوال من از تو اینه، اگه جلوی همچین اژدهایی باشی میجنگی یا فرار میکنی؟ توی کامنت ها بهم بگو. لینک خرید فیزیکی و مجازی کتابم تو دیسکریپشن براتون گذاشتم. اگه از این ویدیو خوشت اومد، توی ویدیوی بعدی قرار سراغ جلدهای بعدی هم بریم.